ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه اینجوری میخونه، خیلی لطیف. حالا مثلا این آهنگ ماه در میاد اگه میدونیم دست آقای ابی، آقای ابی اینجوری میخونه: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو. این میشه ابی. اگه میدادن دست آقای داریوش گفت بابا جان این آهنگو با این داد زدنات نخون، این آهنگ بسیار لطیفه، باید اینجوری بخونی. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. مثلا این آهنگ اگه میدن دست استاد حسن شمایزاده، استاد حسن شمایزاده میگه ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. اندی این آهنگشه: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی، به جای اون نشستی. نمیدونه تو مایی، تو که رفیق روحی. میدادنش دست فرامرز آزاد. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. میدادنش دست آقای معین. آقای معین این آهنگو اینجوری میخون: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، مثل رویای تو خوابه. این آهنگ اگه میدادن دست فرامرز اصلانی: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. میدادنش دست فریدون فروغی روحش را. فریدون فروغی این آهنگو اینجوری میخون: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. ماهی خسته من نزار تو در یا بمونه. اینجوری بود. فرهاد این آهنگو چجوری میخون؟ خدا بیامرزتش روش رد. فرهاد این آهنگو میگفت: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. گنجشکک اشی مشی. شهرام شپره: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. ماهو بذارم تو چشم جایی که ستاره داری، منی که واسط میمیرم و کاری بام نداری. کاری داری عشق تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن، من که واسه هموطنام میمیرم.